این روحانی 69 ساله پیشوای نوی 1 میلیارد و 400 میلیون پیروان کلیسای کاتولیک در جهان شد. کاردینال روبرت پریوست روزی پنجشنبه از ایوان کلیسای پیوتر مقدس در واتیکان و با نام پاپ لیوی 14 ظاهر شد. او اولین پاپ روم از ایالات متحده آمریکا است. در اولین پیامش به اتحادمندان جمع آمده در نزد کلیسا صلح و آرامش تمنا کرد. La pace sia con tutti voi. A tutti voi, fratelli e sorelle. برای همه شما برادران و خواهران اهل روم در ایتالیا و تمام جهان ما می‌خواهیم کلیسای هماندیش باشیم، کلیسایی که در حرکت است، کلیسایی که همراه در جستجوی صلح است، کلیسایی که به دنبال محبت است و همیشه می‌کوشد نزدیک باشیم و بخصوص به کسانی که رنج می‌کشند. پریوست غیر منتظره پاپی 267 کاتولیکا انتخاب شد. او که از اهل چیکاگو است، بسیار از عمرش را همچون مبلغ در پرو سپری کرده و شهروندی این کشور را هم دارد. او را فقط سال 2023 کاردینال اعلام کردند و 1 سال بعد پاپ فرانسیس او را به روم آورد و مسئول انتخاب کشیش‌های گذاشت که به حیث اسقف فعالیت می‌کنند. انتخاب او برای ازدحام جمع آمده در واتیکان به خصوص برای امریکایی‌ها هیجان انگیز بود. امیدوارم او جهان را به وحدت برساند. خیلی هیجان زده‌ام. امیدوارم او کاتولیک‌های بیشتری را به امریکا می‌آورد و امیدوارم امریکایی‌ها پاپ نو را شرمنده نمی‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مثل دیگر رهبران جهانی پاپ روم را تبریک گفت. چه افتخاری بالاتر از این، اندک شگفت زده ایم اما بسیار خوشحالم. این یک افتخار بزرگ است، فوق‌العاده بزرگ. دودی سفیدی که از دودکش این کلیسا در روز دوم رأیگیری روحانیان برخاست نشان داد که 133 کاردینال پیشوای نو را برگزیدند. پریوست نامزد پیشصف نبود. از این رو بعد اعلان نامش لحظه سکوت شد. بعدی کمتر از 1 ساعت پاپ لیو در ایوان حاضر شد. هنگام سخنرانی او از کار پاپ فرانسیس اظهار قدردانی و دعوت او برای ارتباط با جهان نو را تکرار کرد. آخرین پاپ روم که نام لیو را برگزیده بود سالهای 1878 1903 خدمت کرده است و او را برای تمرکزش به عدالت اجتماعی در آن زمان بیشتر می‌شناسند.